دوستای نازنین، همونطوری که برای شما قول داده بودم، هر مارکتی برای خود یک اینترنشنال داره. هر کسی که برای مهاجرا یا برای مهاجر غذای متفاوت، غذای مهاجرین در کل کشورها همچین داره. همچین میتونید شما ترشی خوب پیدا کنین و خیال شور یا شما میتونین با دست بیارین. همچین هر چیزی که شما میخواین مال مهاجر همچین با دست شما چای هر چیزی که میخواین شما، یا که بلگی انگور کسایی که دلمه جور میکنه عاشق دلمه هسته که برین داخلش میمونه. من نمیفهم خانما یا خوارم زیاد میفهمه که اینا چی هسته. همچون خرمای خشک، ترشیهای متفاوی، همچون که همونطوری که گفتم همه چیزی که شما بخواین باید برسکین. خارم آش زیاد دوست داره. شما هر چی که میتونین به دست بیاریم، برنج، روی هر کشور، غذای هر کشور شما به دست بیارید. همونطوری که براتون گفتم مایر برای خدخ اینترنشنال داره، کورگر در خدخ داره، والمارت در خدخ داره، سامس کلاب هم در خدخ داره. شما میتونید همونجا ارزان‌ترین با دست بیارین چیزی که دوست دارین. در اینترنشنال بخش در بخشش، در هر مارکت یک بخشش در خوراک فروشیش در مهاجرین میباشه، اینترنشنال میباشه. شما میتونید از دست بیارین ان شاء الله. دیگه دوباره بخیر برای شما زیاد داره. امروز شما قصد من این است که ما برای شما همکاری کنیم. همچون شما میتونید گوشت پیدا کنید، گوشت یا حیوانات شما میتونید در والمارت، در سامس کلاب، در متاسفانه در چیز مایر خونه فکر نکنم داشته باشه. در مورد سامس کلاب، اما در سامس کلاب، در والمارت من 100% نمی‌دونم. کسایی که دوست داشته باشه بخره، کسایی که دوست نداره مهم نیست. از من حلال داره. اگه بخواید که بخرین ارزان‌تر، خیلی ارزان براتون میده. ماندگی است، درسته اینا تاریخ داره، مواد زدگی است. اما که من میفهمم شما هم زیادتون میفهمین که نفهمیدن نیست. اما گوشش یک چند ماندگی است، بوی نمیده، خیلی خوشمزه است. اما هیچی از حلال است، یک چند ماندگی است. اما بازم که همینطوری برای شما گفتم شما میتونید گوشت حیوانات یا مرغ شما میتونید در فارم با دست بیارید. من خیلی خوشحال هستم که برای شما کمک میکنم. هر چی کمک داشتین در خدمت هستم. خواهرای عزیز، برادرای عزیز، تا دیداری بعد. خیلی خداحافظ. من خیلی خوشحال هستم برای شما کمک. شما هر چی داشتین برای ما بگین که ما برای شما کوشش میکنیم که برای شما کمک کنیم شما یک چیزی را با دست بیارید. و اگر دوست داشتین لایک نکنید، دوست داشتین یک خنده کنید. بای بای.